گیتلر و پارتیای او. آدولف گیتلر در سال 1933 برای راهبری حزب فاشیستی شدنش یگان خشونتی را پیش نگرفته بود. بعد از جنگ یکم جهانی مردم آلمان نظام دموکراتی را نمی‌خواستند. آنها می‌خواستند که شخصی به سر قدرت آید آلمان را به پا خیزاند، آباد کند. در همان دوران مردم در فقر زندگی می‌کردند. آدولف گیتلر این وعده آبادی را به مردم آلمان داد. او راهبر گردید. بعد از به سر قدرت آمدن گیتلر او توانست که آلمان را به یکی از کشورهای ابرقدرت در جهان تبدیل دهد. باید در اینجا سوالی را مطرح نماییم که چی شد که گیتلر جنگ دوم جهانی را آغاز بخشید. پس از آنی که دولت گیتلر قدرتمند گردید، خود گیتلر که از جنگ یکم جهانی خیلی نفرت داشت زیرا آلمان شکست خورده بود، می‌خواست جهان را فتح کند، قدرت آلمانیان را به ابرقدرتان زمانش نشان دهد. گیتلر می‌خواست که آن سرزمین‌هایی که در دوره جنگ یکم جهانی از دست داده است باز به دست بیاورد. آدولف گیتلر چنین می‌اندیشید که قسمت زیادی از لهستان را آلمانی‌ها تشکیل می‌دهند. او باید لهستان را فتح کند. معاهده صلح ورسال را گیتلر عموماً قبول نداشت. او می‌گفت این صلح برده‌داری است. فرق گیتلر از دیگر سیاستمداران زمان خود در آن بود گیتلر هر چیزی که می‌گفت آن درست یا نادرست باشد اجرا می‌کرد. وی یعنی گیتلر توانست که در زمان حکمرانیش در آلمان دموکراتی را برهم زند. گیتلر توانست که سوسیالیستان و کمونیستان را به زندان پرتاید. این رهبر آلمان در برآمدهای خود می‌گفت یهودیان می‌خواهند نژاد پاک آلمان را یا خود آلمانی را از میان برند و ریشه‌کن کنند. وی بدین واسطه شعارهای نژاد پرستی را راه اندازی می‌کرد. گیتلر می‌گفت که سبب فقر آلمانیان انا همین یهودیانند، زیرا آنها ثروت آلمان را در خود نگاه می‌دارند. کارخانه‌های بزرگ آلمان در دست یهودیان بود. گیتلر توانست که همه آنها را از دستشان گیرد و آنها را از کشور خارج کند. بعد از اینها گیتلر توانست که بیکاری را در آلمان ریشه‌کن کند. بعد از این عملها گیتلر کشور خود را به کشور نظامی تبدیل داد. رابطه گیتلر با حزب فاشیستی ایتالیا که راهبرش بلیتا بود خیلی خوب بود. بلیتا موسولینی از حکومت‌های انگلیا و فرانسه خیلی نفرت داشت. او همپیمان خود آدولف گیتلر را می‌دانست. بعدها همپیمان دیگری آنها ژاپن گردید. ژاپنی که در شرق دور است.
باید ذکر کنیم که ژاپنی ها هم انگلیس و فرانسوی ها را یا انگلیا و فرانسه را نمی خواستند. اگر کوتاه کرده گوییم این سه دولت با راهبری هیتلر جنگ دوم جهانی را آغاز بخشیدند، ولی در نهایت در سال 1945 هر سه از این کشورها باختند. درباره آنی که هیتلر کدام سال و در کجا از عالم چشم پوشید و یا او را کی به قتل رساند ما نمی توانیم معلومات دقیقی دهیم، زیرا منبع‌ها معلومات های گوناگون می دهند.